رفتن ایرج نزد برادران. پس فریدون شاه نامه‌ای برای سلم و تور که شاه خاور و چین بودند نوشت و در آغاز نامه خدای جاوید را آفرین کرد. آنگاه به ایشان نوشت: این نامه پندمند را به نزد آن دو خورشید، دو مرد جنگی و دو شاه زمین، شاه خاور و شاه چین می‌فرستم. سوگند به یزدان که هر نهانی در پیش او آشکار است، او که گراینده تیغ و گرز گران و فروزنده افسر نامداران است و آورنده شب و روز و گشاینده گنج بیم و امید و آسان کننده رنج ها است، که من هرگز تاج و تخت و گنج را برای خویشتن نمی خواهم و تنها خواهان آنم که سه فرزندم را پس از آن همه رنج های دراز که بردیم در آرام و ناز ببینم. اکنون برادرتان که به بیهوده دل شما از او پردرد بود، شتابان به سویتان می آید، لیک آمدن او از بهر آزار شما نیست. او از شاهی چشم پوشیده و دوستی شما را برگزیده است. اینک بر شماست تا او را که به سال از شما کهتر و سزاوار مهر و نوازش است گرامی دارید و پس از چند روز دوباره او را به همان سان به نزد من فرستید. آنگاه مهرداران نامه شاه را مهر کردند و ایرج با تنی چند برنا و پیر و آن نامه رهسپار گشت. بدین سان ایرج با دلی پر از مهر برادران به نزد ایشان رسید. لیک سلم و تور با دلی پر از کینه گرچه با نمودی فریبنده به پیشواز او رفتند. سپاهیان سلم و تور که ایرج را بدیدند او را سزاوار شاهی یافتند و سخت شیفته وی گشتند و همه جا نهانی نام ایرج بود. سلم که چنین دید سخت نگران گشت و با دلی پر از کینه و جگری پر خون و ابروانی پر چین به نزد تور رفت و با او به تنهایی به گفتگو پرداخت و تور را گفت: آیا ندیده ای که سپاهیان به ایرج تاب گرفتند و چشم از او بر نمی دارند؟ این سپاهیان آنگاه که به پیشواز ایرج می رفتیم دیگر بودند و گاه بازگشتن دیگر. دل من پیش از این از ایرج پرکینه بود، لیک اکنون بسیار افزون شده است، چرا که چون نگریستم دیدم سپاهیان دو کشور جز ایرج را به شاهی نمی خواهند. اینک ای تور بدان که اگر ایرج را از میان برنداری خود از تخت به زیر خواهی افتاد. و بدین سان سلم و تور همه شب را به چاره اندیشی گذرانیدند. چون سپیده برزد سلم و تور که دیدگان از شرم بشسته بودند به سوی سراپرده ایرج شتافتند. ایرج که به بیرون می نگریست چون ایشان را دید با دلی پر از مهر به سویشان دوید. آنگاه هر سه به درون شدند. پس سلم و تور با ایرج به چون و چرا پرداختند. تور به او گفت: اگر تو از ما کهتر و کوچکتری چرا تاج شاهی بر سر گذاردی؟ چرا تو باید بر ایران شاهی کنی و من و برادرم بر ترک و خاور با آن بخششی که پدرمان کرد همه چیز را به تو که پسر کهتر و کوچکتر بودی داد؟ ایرج که سخنان تور را بشنید او را چنین پاسخ گفت: ای مهتر نامجو، اگر کام دل می‌خواهی آرام باش که من دیگر اکنون نه تاج و تخت شاهی می‌خواهم و نه سپاه ایران را، دیگر نه ایران را و نه خاور و نه چین و نه شاهی روی زمین را. چرا که به راستی بر آن بزرگی که سرانجامش تیرگی باشد باید گریست، اگرچه چندی روزگار تو را بالا کشد، لیک سرانجام بالین تو خشت خواهد بود. و گرچه من شاه ایران بودم ولی اکنون از تاج و تخت سیر گشتم و تاج و نگین شاهی را به شما سپردم. شما نیز با من کینه مورزید
که مرا با شما سر جنگ نیست و در پی آزار شما نیستم و همواره آیین مردمی و کهتری را به جا خواهم آوردن.